اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل اتاك حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. برادران مسلمان، عزیزان و یاران من، مادران و خواهرانی که آوازم را به وسیله بلندگو میشنوند، در آغاز اجازه بفرمایید که حلول ایام با سعادت و فرخنده و خجسته ترین ایام زمان را که عبارت از عید سعید فطر هست برای تک تک شما مسلمانان اعم از برادران و خواهران از صمیم قلب مبارک باد گویم. مبارک باد. طاعات و عباداتتان به درگاه خدا منظور باد. مخواستم به فضل و کرم الهی به اراده خداوند جل شانه و به توفیق مزیدش در رابطه یک موضوع مهم از متن قرآن کریم که کلام الله جل جلاله و سخنان نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقت زیبای شما را مصروف سازم. عنوان موضوع است که روز از روزها این دنیا بر هم میخورد و نظام دیگر حاکم می شود. روز از روزها این نظام بر هم میخورد. این زمین و آسمان و این داشته که مشاهد در جهان امروز هست همه پاشان می شوند، همه ترکیب و نظامشان را از دست می دهند و یک دنیای دیگر بر انسانها و جنیات حکومت می کند. یعنی کوتاه گفتم که این دنیا ویران شدنی و دنیای دیگر آمدنی است. بناهن برای فرد انسان اولاد آدم و جنیات ضروری است که آمادگی دنیای دیگر را داشته باشد. در نتیجه یکی از راههایی که انسانها را در دنیای دیگر موفق می سازد ماه مبارک رمضان بود که در 12 ماه یک ماه به عنوان یک فریضه الهی بالای فرد مسلمان لازم است که در اینجا آنچه که خدا گفته همان کند. به این ارتباط قرآن کریم کلام الهی در قدم اول اشاره می کند که اذا وقعت الواقعه، زمانی که واقع شود واقع شونده، اشاره به روز قیامت و دنیای دیگر است. اشاره می کند که این دنیا ویران می شود و دنیای دیگر پیش روی ما هست. اذا وقعت الواقعه، زمانی که واقع شود واقعه و زلزله هایی که قیامت از آن ساخته می شود، اسرافیل در سورش می دمد، به یک سور دمیدن دنیا را ویران می کند، به سور دیگرش صدا می زند که انسانها و جنیات از قبرها هر جایی که هستند برآیید و همگان به طرف نظام خدا شتابان و دوان حرکت می کنند. بناهن قرآن کریم می فرماید که اذا وقعت الواقعه، زمانی که این واقعه بدون شک واقع شود و به دنبال می گوید که
لیس لوقعتها کاذبه، با واقع شدنش هیچ شایبه دروغ نیست. چنان گارانتی به اصطلاح شما، چنان یقینی هست که در واقع شدن نظام قیامت قدر سری سوزن شک و اشتباه وجود ندارد. فوراً خصوصیت های این روز را بیان می کند قرآن کریم. زمانی که همچون نظامی بعد از ویرانی این نظام، پیش از این ببینین، پیش از این که واقعه و زلزله ها قیامت را برپای می سازد، قرآن کریم به دیگه جایا می گوید که و اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت یا و اذا السماء انشقت الی آخره. روزی که آفتاب نور خود را از دست دهد، صورت ویران شدن این دنیا و بعداً آمدن اون دنیا از این قرار است. روزی بیاید که آفتاب با این نور و روشنایی که دارد قطر زمین و وجب خاک عالم را روشن می سازد. و اذا الشمس کورت، نورش را از دست بدهد. الله متعال قدرتش را نشان می دهد که من چنان ذاتی هستم به این آفتابی که به مراحل از زمین وسعتش بزرگ و جسم قرصش بزرگ هست، با داشتن همچون نور در پیش قدرت الهی به اندازه یک شمع نیست که انسان پف بزند و او خاموش شود. و اذا الشمس کورت، زمانی که آفتاب نورش از دست داده شود و زمانی که ستارگان همه به زمین بیفتند و زمانی که آسمان ها شق شوند، دروازه برای پایان شدن ملائک آسمان توته شود و زمانی که کوها از جای خود حرکت و در گردش در بی آید و زمانی که حرکت میکنه سرانجام کوها توته پاشان میشه به شکل ذراتی که از روزنه در وقت طلوع آفتاب دیده میشه. کوهایی که فعلا به حد بزرگ هستند که دنیای امروز دانشمندانشان گفتند که 4.5 برابر ارتفاع و بلندی این کوها به زمین ریشه دارد. اینمی کوها با داشتن این بزرگیشان به پیش قدرت الهی در سیر و حرکت بی آیم و همه نظام دنیا بر هم خورد، ذره توته شود. گپی بسیار ساده ای نیست، یعنی یقینا مسلما بدون شک اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضه الرافعه. پس به واقع شدن همچون نظامی هیچ شک نیست. درست است که شک نیست. اصلا دنیای شرک و فلسفه ماتریالیست امروز در زمان نبی کریم صلی الله علیه و سلم به این عقیده بودن که قیامت نیست. اذا کنا عظاما نخره، میگفتن ما زمانی که استخوانای بوسیده شویم آیا دوباره زنده میشیم؟ نه خیر، امکان نداره. باز میگفتن این کوههای بزرگ است، این زمین است، این آسمان است، تا این چپه نشوه خو قیامت نمیآید. و زمانی که این چپه شدنش مربوط به قیامت است، چون اینا بزرگ هستند چپه نمیشن. قرآن کریم در برابری از اینا رد قولشان اعلان میکنه وقتی که خدا بخواهد کوهایی را که الله هدایت داده بود که به زمین استاد شو، آیا الله هدایت داده میتواند که از جایت برخیز یا نمیتونه؟ آوازتان را میشنوم. میتونه. بناهن گفتیم که زمانی کوها از جای خود حرکت کند و نظام تباه و برباد شود، همه خراب شود. علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه، یکی از علمای سرشناس جهان اسلام عزیز، خصوصا در این قاره جنوب آسیا که افغانی بودن و در پاکستان زندگی می کردن، شیخ الحدیث و علامه بودن، دوره وزارت را هم تیر کرده بودن. در یکی از جملاتشان گفته بودن که در دنیا یو جوړې دل ده یو روانې دل، جوړې دل چې دی هغه دی الله په اراده باندې ده، او چې کوم ورانې دل دی هغه عالم اسباب که اسباب غواړي. یعنی میگفتن از برای دنیا یکی آباد شدن است، یکی ویران شدن. آبادی دنیا اراده خدا متعلق شد که نبی به دنیا میاد، دنیا پیدا میشه، ولی ویرانی دنیا در عالم اسباب سبب میخواهد. تا زمانی که دین نبی کریم صلی الله علیه و سلم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در سرزمین الهی حکومت بکند، دنیا چپن نمی شود. ببینین
دنیای امروز که از نعمتهای بیپایان الهی برخوردارند، در 110 طبقه زندگی میکنن، در پیشرفته ترین وسایط حمل و نقل به فضا و در دریاب و در بیرون سیاحت و چکر میزنن، باید بدانند که ممنون احسان رسول گرامی صلی الله علیه و سلم. چرا؟ اگر کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله در زمین نباشد، آیا زمین و آسمان می باشد؟ نه. زمین و آسمان که نشد، آیا انسانهای کافر به این زندگی ادامه داده می توانند؟ نه. باید بدانند که ممنون احسان ما هستند، ممنون احسان رسول گرامی و نور چشم ما هستند. هدفم در اینجا بود که زمان اسباب خرابی دنیا به میان آمد، مردم به مقدسات و شعائر دین خدا احترام و ارج نگذاشتن، سرانجام آسمان ها و کوه ها همه توته و پاشان شود و بعدا در فاصله 40 سال بین دو سور اسرافیل به سور دوم صدا میزند که هر کس اجزاش، اگر در اروپا است، اگر در افریقا است، اگر در آسیا است، اگر در چین است، اگر در تایلند است، اگر در نروژ است، هر جایی که هست ذرات میگه جمع شو و همی تو انسانی که در دنیا بودی اونمو رقم شو، بار دیگر تو را بلند میکنه و چشما از وحشت قیامت استاد میماند. همه در یک حالت تراژدی و خطرناک به نظام الهی شتابان و دوان میروند. ببینین، از لحاظ منطق، از لحاظ علم روز امکان داره که فلسفه های ماتریالیست و این ساحه شرق بگویند که اجزای انسان به خاک میخوره، هوا میبره، گه انسانی را شیر میخوره، گه انسانی را مار میخوره، گه انسانی را میسوزانند و مانند سکه ها خاکسترش را به دریاب میاندازند، دریاب به کجا میبره، هوا به کجا میبره. این ذرات بار دیگر امکان جمع آوریشان نیست. یک سوال است، اما این در اثر کم علمی و کم منطقی هست. همین اکنون ترکیب بدن یک انسان، سیستم ساختار وجود یک انسان از تمام ذرات عالم است. این همین اکنون چطور از تمام ذرات عالم است؟ بدین وسیله زمانی که انسان نان میخوره، نان از چیست؟ یا سبزی پالک است، یا برنج است، یا نان خشک است، یا سیب است. هر آنچه که است از زمین میروید یا از جای دیگر. آواز بلند بفرمایید. از زمین. پس زمانی که از زمین میروید، آب کار داره نداره؟ خاک کار داره نداره؟ نور آفتاب کار داره نداره؟ شعاع مهتاب کار داره نداره؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن. این همه از باری تو سرگشته و فرمان بردارن. کسی رنگی میوره میته، کسی مزه میوره میته، کسی به نشو نمو میرسانه. خواه امی بارانی که آمد از کدام کو آمد، به کدام دریاب رفت و چطور به این زمین یا از چای عمیق دادی، از کجا کشیدی و از کجا جمع شده بود. در واقع سیستم خوردن و نوشیدن ما و تو از چیزی ساخته میشه که از هوایی که از افریقا شروع شد وزیده آمد اینجا گیاه تو را به موسوم رساند. عین شکل دیگه خاک و ذرات آبش. در واقع ما مرکب از ذرات عالم هستیم نیستیم؟ هستیم. پس خدایی که ما و تو را سیستم ساختار بدن ما را از ذرات عالم می سازد، آیا زمانی که بخواهد ذراتی که خاکستر شده به دریاب انداخته شده بار دیگر جمع‌آوری کرده می تواند و یا خیر؟ می تواند. یک چیز ضروری است که باید عالم باشه، که ذاتی که عالم باشه که ذرات در کجا واقع شده. ان الله علی کل شیء علیم. الله متعال به همه چیز عالم است که ذره تو در کجا رفته. بسیار ساده. باد به فرمان کیست؟ الله. آب به فرمان کیست؟ الله. زمین به فرمان کیست؟ الله. باد و زمین و هوا را قمنده میکنه. ذرات انسان که تو از طریق دریاب و هوا به هر جای که انداخته بودی بار دیگر یکی را به کلی دیگه جمع میکنی پیش خدای متعال. و مردی که نمیگه کیست. هیچ کاری ساده است، هیچ کاری ساده است نشود. عقلدانان و نقادینی که فعلا در پوهنتون و دانشگاه این سرزمین خصوصا در ولایات بلخ جوانان ما را میخواهند به زیر سوال ببرند، اذهان مقدسشان را مکدر بسازند، ذهنیت روشنشان را تاریک بسازند، همچو سوالای بیدینی و لادینی را مطرح میکنند که جوانا به ما شکایت میکنند. بناهن این دلیل را اشاره کردم که از توان خداوند متعال این کار هست. وقتی که کوها و زمین و آسمان چپه شود بار دیگر قیامت و دنیای دیگر پیش روی بیاید. بناهن من عنوان دادم که این دنیا ویران می شود
و دنیای دیگر حکم روا می شود. این دنیا ویران می شود. در باب ویرانیش چنان نمی پیچیم، در باب نظام او طرف می پیچیم. صفتش است که خافضة رافعه. نظام و واقعی که در قیامت بیاید بلند کننده و پایان کننده است، پایان کننده و بلند کننده است. کسی را بالا میبرد، کسی را پایان میزند. بدین معناست جنت در عرش معلاست. جنت سقف جنت عرش معلاست. دوزخ در سجین در ماتحت الثری زیر 7 طبقه زمین است. دنیای امروز میگن خواستند اتحادیه اروپا در آغاز تمدنشان که زمین را باید سوراخ کنن، بکنن، حفر کنن که چقدر قطر زمین هست و یاد داشته باشین 12 کیلومتر بیشتر کنده نتانستن. گفتن سامانا میده شد، امکانات تکنولوژی میده شد، گفتن بیا از یک مساحت دیگهش میکنیم، اینجا سنگ برآمد. از هر نقطه که کندن از 12 کیلومتر پایان نرفتن. از هر نقطه که کندن از 12 کیلومتر پایان نرفتن. چی جایی که پایان برون و دوزخ و سجین را مشاهده کنن. این برای ایست که رسول گرامی علیه السلام فرموده است دوزخ از طرف خدا اجازه تنفس نداره. در عمق دهانه دوزخ یک سنگ بزرگی که قطر زمین مکمل احاطه کرده مانده شده، سنگ بسیار ضخیم و دبل که تنفس دوزخ از آن بیرون نشود. هر لحظه ای که الله اراده میکنه دوزخ را رونما کنه، سنگ را میگه یک طرف شو که یک کمی خود به دشمنان نشان بدهد، سنگ او طرف میشه و او هر جایی که خواسته باشه خود نشان میده. از اینجاست که نبی علیه السلام میگه به زیر دریاب آتش است. هدفم در اینجا بود. دنیا امروز به این کارشان نتونستن که بیشتر از 12 کیلومتر پایان برن، در حالی که قطر زمین به هزارا کیلومتر است، به هزارا کیلومتر است، ولی اینا از 12 کیلومتر پیش نرفتن. روز قیامت چی کار است؟ خافضة رافعه، پست کننده و بلند کننده است. کسی را در سجین پایان ارسال میکنه و میفرسته، کسی را به عرش معلا میبره. کی است اونا کی است؟ کسایی که پایان میرن کیست؟ کسایی که بالا میرن در دنیایی که بعد از این دنیا میآید کیست؟ هر کس دعوا میکنه که ما هستیم. یهودم تو را قسم میده که به خدای محبت قسم است بیا یهودی شو. نصارام تو را قسم میده که به خدای محبت قسم است بیا نصارا شو. ما چه خبر هستیم که اینا کی است که پایان میرن و کیا ان که بالا میرن؟ در موقف این دو گروه را حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با ارشاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان فرموده است که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین الحدیث او کما قال. الله متعال در دنیا و آخرت به سبب قرآن کریم یک قشر مردم را پایان میزنه و یک قشر را بالا میبرد. فهمیده شد؟ معیار انسانیت ممیزه که انسان را پایان و بالا تقسیم میکنه. استاد قسمت در تقسیم بندی مخلوق به دوزخ و جنت چی برآمد با آواز بلند میشنوم؟ قرآن ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما. به سبب این قرآن یکی در مردم را بلند میکنه و به سبب این قرآن یکی در مردم را بالا پایان میزنه. از اینجاست که قیامت خافضة رافعه، خافضة پایان زننده است، رافعه بلند کننده است. کسایی که در دنیای امروز که چپه نشده هنوز به قرآن ایمان دارن، در باب زندگیشان از قرآن الهام میگیرن، قانون اساسی سرنوشت ساز عالمی بشریت در طول تاریخ در تمام ابعاد و عرصه های زندگیشان، چی عرصه های سیاسی و نظامی و فرهنگی اجتماعی و انفرادیشان و معاشرتی و حیاتیشان، جز از قرآن کتاب دیگر را نمیخوانند. این کسایی هستند که در قیامت کتاب باعث میشه که رافعتون واقعه قیامت اینا را بلند میبرد. کسایی که در طول تاریخ مطابق به هر دور و زمان، مطابق به هر شرط و شرایط، مطابق به هر امکانات دنیایی که در اختیار دارن از خود قانون ساخته‌اند، سالیان سال به قرآن نیل توجه نکرده‌اند. اینجاست که قرآن باعث میشه خافضة، قیامت این را به سجین ارسال میکنه. قیامت ای را به سجین ارسال میکنه. در مطلب میرسین یا نه؟ مطلب انشاءالله گرفتین؟ این هدف در اینجاست. باز مطلب مشهورم را تکرار میکنم، هنوز همگان دعوا میکنه که ما بر حق هستیم، اما روز عید معلوم خواهد شد که خشکشوی کالا دارد یا نه. روز قیامت معلوم خواهد شد که کی به پایان میره و کی به بالا میره.
میدانین فارسی را. با همیشه ما یک نکته را تکرار کردیم، من به علوم روز مخالف نیستم، اما یک شرط دارم، زمانی که به عمق قرآن وارد شده باشی، تو برادر و هر کسی که هستی معنای قرآن را بفهمی، هر زبانی را که تعلیم میکنی و قرآن را به هر زبان تشریح میکنی، امکانات قرآن را، تکنولوژی قرآن را، ساینس قرآن را، نظام قرآن را، طب قرآن را به دنیا عرضه میکنی، ما هیچ مشکل ندارم. ای که به قرآن یک کلمه آشنایی نداری، عمر به پایان در علم دنیا صرف شده، به هیچ وجه من موافق نیستم. قرآن بناهن فرمود اذا رجت الارض رجا، بیان کرد که واقعا چی وقت می آید؟ وقتی که حرکت داده شود زمین را به حرکت دادنی بسیار در تزلزل و حالت خطرناک، و بست الجبال بسا، و در سیر انداخته شود کوها را از بیخ کنده شود، فکانت هباء منبثا، پس بگردد هباء منبثا را میدونین غباری که از روزنه میبینین در شعاع آفتاب چقدر خرد است، اینمی کوها و زمین بینمی سیستم یک غبار شود و بس. سبحان الله، از این نظام الهی پناه میخوایم. پس در اینجا قرآن کریم انسانها و مخلوق را به 3 دسته تقسیم میکند. به چند دسته؟ اداره انسانیت و جن را در اینجا یک مثلث 3 ضلعه اداره میکنه به اشکال هندسویه، یعنی 3 گروه هستند. یک گروه طرف راست والاست، در راست عرش رحمانند. یک گروه طرف چپ والاست، در چپ عرش رحمانند. یک گروه سابقون از سابقون. چند گروه شد؟ درست یاد بگیرین. ما سلسله را بسیار منظم گرفتیم. ابتدا انی را اشاره کردم که این دنیا چی میشه؟ خراب میشه. بعدا اشاره کردم که بعد از این دنیا دنیای دیگری هست و اشاره کردیم که در این دنیا چی کار باید کرد، در اون دنیا چی صفتی است. اون دنیای دیگر دنیایی بوده که یک قسمت انسان ها را پایان میزده و یکی را بالا. این از کجا آغاز میشه؟ نشأت میگیره از این که در این دنیا در برابر قرآن چی شده. قرآن یگانه چیزی است که انسان ها را پایان یا بالا میزنه در روز قیامت. اینجا به 3 دسته تقسیم میشه. یکی گفتم طرف راست است، گرچند بعضی مفسرین اشاره کرده روزی که حضرت آدم علیه السلام را الله به وجود آورد، از پشتش تمام ذریه یزی را به شکل مرچه های زردک بیرون کرد، از کل یزی پیمان گرفت که من خدای شما هستم یا نه؟ گفتن بلی هستید. مفسرین میگن این اینجا کسی که در راست آدم بود در قیامت از طرف راست است، کسی که در چپ آدم بود در قیامت از طرف چپ است. الله مایان را از ذریه راست بگردان. سابقون سابقون تعریف میکنیم که او مقربون است. سابقون کسایی هستند اشخاص طراز اول، نمبر اول، یک نمبر 1. سابقون امی کسا را میگه. نمبر اول ممتاز. کدام اسو؟ هم الذين اذا اعطوا الحق قبلوه و اذا سئلوه بذلوه و اذا حكموا للناس حكموا كحكمهم لانفسهم. 3 صفت داره اشخاص طراز اول. چند صفت داره؟ هر زمانی که حق برایش بیان می شود در صحنه عمل پیاده می کند گوش بگیالی. نمیتونی شده سابق، پدرت هم نمیتون. شب و روز اگر درس بخوانی، اگر در امتحان کانکور واسطه بدهی، رشوه بدهی، استاد جان $500 شیرینی در اختیارت است، نام ما فلان ابن فلان است، هیچ امکانی نمبر اول شدن نیست. چرا؟ استاد به تو معذرت میکنه که بچه فلانی پهلوان مرا اگر اول نمبر نکنم میکشه. اونجا الله متعال بر همه حاکم است، میگه گوش کده باشی ملائکه که به این مردک سفارش نکنی که خودت هم عذاب میکنم. خب به هر صورت هدف در اینجاست که زمانی که حق را گفته میشه چی میکنه؟ در صحنه عمل پیاده میکنه. دومش وقتی که به درگاه خدا از او چیزی خواسته میشود میدهد. مال را، علم را، دانش را، هر آنچه که در توانش است، زمانی که مستحق از او سوال میکنه چی میته. دو سوم وقتی که به مردم حاکم میشه حکم میکنه چنانی که به نفس خود حکم میکنه. سبحان الله. در این صفت نه ملای داخل است، نه حاجی مولوی، نه حاجی صوفی، نه حاجی پانتون، نه رشکلی بروتی، هیچ کس مسیده این صفات داخل. در بدر الله از دربارت ناامید نیستیم، ما امیدوار هستیم که باید تو با ما رحم کنی. اما یک حرف میزنیم که خبر پنه نوتو کده مقربینش خیر است، ما را در جنت هم تو به انداز داخل کو، با دیگه
دلت در زیر خانهش میبری، در بالا خانهش میبری، خب ما را یک دموج چشم پت بیانداز ما. خب هر صورت ادب سر ازی شد که مقربین چند صفت داشته. حق که بیان شود قرآن و حدیث چی میکنه؟ ای خدایا این اشخاص از کجا پیدا کنیم؟ ای خدا خودت رحم کو. دومش سوال شود علم و دانش و مال را چی میکنن؟ میپردازن. سومش وقتی که حاکم و قاضی شون آنچه به مردم فیصله میکنن که به کی میکدن؟ به خود. سبحان الله، مصداق قضیه عنقایی است که در خواب و خیال دیده بودیم. خیال است و محال است و جنون هیچ امکان نداره. امی درجه یک مولوی را که در کرسی قضاوت بشانیم از او که در رشوت خور دیگه نیست. یک معنا. دوم معنای سابقین مفسرین میگن انبیای کرام علیهم السلام است. یعنی انبیا از جمله نمبر اول اشخاص هستند که اولئک هم المقربون و صفات داراستند. وقتی که حق به انبیا بیان میشد عمل خودشان اول میکردن نمیکردن. وقتی که از اونا چیزی را سوال میشد اگر در خانه نمیداشتنم آیا او را میدادن یا نمیدادن. و زمانی که حکم میکردن چنان حکم میکردن که نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت لو ان فاطمه سرقت، لو ان فاطمه سرقت، اگر فاطمه دزدی کنه لقطعت یدها، دست فاطمه زهرا را قطع میکنم. این رقم حکم میکردن، این رقم حکم میکردن. بنابراین انبیا علیهم السلام که سابقین میشن صفات داراستن. خب به هر صورت دیگه معناهای هم هست. سابقون امینا شدن. و مقربون کیست؟ اصحاب یمین، کسایی که در جانب راست هستن. خوش این یک معنا کنیم. بازی مقربین در کجا میرن؟ انبیای کرام یا کسایی که سه صفت دارن در کجا میرن؟ در جنت ها میرن. آل صفت ها را گوش بگی. اول امیست که کرسیایی که ساخته شده از طلا و نقره، صفت گوش بگی. با این کوچکایی که دورانی دوره میکنی از نماز و روزه از همه چیز فارغ البال هستی، با یک شاور گرفتن 8 بجه‌ای دین به مو حصر کرده ای، نظافت به مو حصر کرده ای، ملایی که به سر و کله خود قادر نیست آیا او چطور بتواند جامعه را اصلاح بکند؟ این قضایا خواب و خیالی است که تو تصور میکنی. با چوکیایی که از طلا و نقره چی شده؟ حتی در کتاب اشاره میشه بافته شده. آیا از طلا و نقره بافته میشه؟ نه، پیش خدا آسان است با دیزاینی بافته شده باشه. خب خلاصه با چوکیایی که از چی ساخته شده؟ از طلا و نقره. و با آن تکیه کنانن با هم دیگر پشت دوره نمیدهن. کرسی های دورانی از دورانی چی میگن؟ ریموت میگن چی میگن؟ دورانی هست. پشت یکی به دیگر دور نمیخورد. و یطوفون علیهم ولدان، یطوف علیهم ولدان مخلدون. خدمه جنت غلمان و ولدان است، فقط به شکل دورانی خدمت است. بسیار زیبا. بعضی مفسرین اشاره میکنه به خدمه هیچ نیاز نیست، ولی یک تمثیل داده. با چی دوران میکنن؟ در حلقه جنتی ها چی را دوره میتن؟ همی خدمه یا سیستم به اصطلاح نظام امکانات امروزی که مثالش است بی اکواب و اباریق و کأس من معین. با جام هاست، کوزه هاست، با همه گیلاس هاست، کاسه های از شرابی بسیار زیبا که از چشمه ها روان است. دوره میتن و دوره میتن. سبحان الله. تو به طرف چای عمیق نمیری، تو به طرف چالان کردن نمیری، تو به بیتری و به جنراتور و به برق ارتباط نداری. همه سیستما نلدوانی است. هر جایی که هستی، هر جایی که هستی، در هر جایی که هستی اما تابعی توست، تو پیش از اون نمیری. شبی گذشته یک جای میمان بودیم، انسانای روشنفکر و دانشمندی بودن، دکتر سایبا بودن، زیاد دوستا بودن و در یک اتاق نشسته بودیم. نان که تیار شد گفتن در دیگه اتاق میریم. ما گفتم ما یک حرفی خدا میزنم بعد از بعد دیگه اتاق میریم. در ارتباط ابراهیم علیه السلام می آورد قرآن کریم وقتی که ملائکه ها به هلاکت قوم لوط علیه السلام آمدن میمان ازی شدن، حضرت ابراهیم در شأنش می آورد غلط نخوانم آیت فقربه الیهم. حضرت ابراهیم گوشت بریان به اونا برد، اونا را پیش گوشت بریان نیاورد. گفتم ما را پیش نان نبر دیگه، نان پیش ما بیار. کمال ده ایست که پیش نان بری یا نان پیش تو بیایه؟ نان پیش. این سیستمی که در دنیا ده یک اتاق بشان و در دیگه اتاق نان بته خلاف شریعت است. جنت نظامی است که نان پیش تو میایه، آب پیش تو میایه، میوه پیش تو میایه. بایسیکل و موتورسیکل و دق و دق رای رفت آمدم نیست و در کلی ازو بزن و در کونی ازو بزن و رقمی نیست. همه چیز خودش پیش تو میآید. این کمالی هست که خوشا به حال کسی که به این ناعلمش. خب به هر صورت
با این شراب چه خصوصیت داره؟ شراب امروزنکی نباشه. کسایی که در این دنیا مبتلا به شراب نوشیدنن از شراب قیامت محرومن. سبحان الله، کار ساده ای نیست. ببینین لا یصدعون عنها ولا ینزفون، سردرد کرده نمیشوند از نوشیدن اون شراب و مست نشه نمیشوند. سبحان الله، مست و نشه نمیشه. چه خوب معنا. و میوه هایی که در اختیارشان آنچه میخوان، گوشت تازه بسیار زیبا استاندارد بین المللی، نه گوشت های خنزیری که جاسی افغانی فروخته میشه. سرانجام حور عین، زنان چشم کلان بسیار زیبا که امثال لؤلؤ و المکنون، مانند لؤلؤی که چیسته امی دوره که در یک شایی که مخفی بمانی هیچ گرمی نزنه، سایه کش میشی سایگی بگم که لولو رو نمیفهمین. اینی رقم یک چیز است. بیاین یک مکالمه حور عینده بر یک مسلمان تا 70 حور هم در نکاحش، در ازدواجش در جنت آمده. چند تا؟ یک استبعاد را دفع کنم. زنان و خواهران مسلمان در شرایط امروز دنیا انباغ را نمیخواهند. ذره میگه در عربی، انباغ را نمیخواهند. و اونا چی میگن؟ اونا میگن که ما در جنت حق ما تلف شده. چرا که با یک شوهر ما که 70 حور داده میشه، ما اینجا یک انباغ نمیخواهیم. اونجا چطور کنیم؟ در این سیستم نظام الهی عقیده پدرامیان باطل شد. پدرام میگفت که بر یک مرد بالا از یک زن اجازه نیست. چرا؟ میگفت زن وقتی 2 تا 3 تا 4 تا بگی که همون محبت تا تقسیم کنی، محبت قلبی یکسان تقسیم شدن از توانی بشر نیست، بناهن زن گرفتن از یکی بالا جایز نیست. پس دادن 70 حور با یک زن که یک زن دوجم یک شوهر بالا نداره، یک زن از یک شوهر بالا دوجم نداره، دیجم نداره، آنانی که تساوی حقوق زن و مرد دعوا میکنن و آن پدرامیانی که از یک زن بالا اجازه نمیدهند، به این آیات و احادیث عقیدهشان باطل و نقش بطلان کشیده شد. میدانین فارسی را؟ یعنی بیاین یک مکالمه ای که بین زنان مسلمان اینجا و در بین حور عین در اونجا صورت میگیره، اونمو را براتان بیان کنم. امام قرطبی رحمت الله علیه، یکی از مفسرین عالم اسلام، در ذیل یکی از آیه های سوره رحمان که آیه 60 شود، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه خیر، آیه 60 نه، در شماره خطا شدم، حور مقصورات فی الخیام، آیه 70 و چند، یکی از شماره هایی که اونا اشاره میکنن امیس میفرمایند حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم میگه حور عین میگه چی کار میکنن؟ بعضشان از دست بعضی میگیرن. امی عطن پشتونای ما را دیدی؟ دست به دست هستن نی؟ همون طور هستن. لیکن یادتان باشه خو ملحن صفحه کثیف ندیم. امی هندوستانی ها میگن همون توست. امی دخترها ایندی که رقص میکنن دست به دست هستن یا تنها میکنن؟ چرا خب کردین؟ کلتان دیدگیستین. هیچ دستکی خو نیستن تو جمع. خواه خوش. به هر صورت اینا حدیث نبی علیہ السلام است، یاخذ بعضهن بأیدی بعضین و یتغنین باصوات لم تسمع الخلائق باحسن منها ولا بمثلها. اینا هم دست به دست یک خواندن شروع میکنن. خواندنی رقمی نیست، رقمی برانه یا پورا برانه و ها و هو در بدری رقمی نیست. آلی سیکو که اینا دست به دست یکی به دیگر که دست به دست میشن، یک خواندنی شروع میکنن که آواز زیر قطعا کسی در دنیا نشنیده باشن، نه نظیرش شنیده باشن. سبحان الله. بگوین که خدایا و فیض و کرمت ما را در اونجا ببر. این کسایی که شب و روز در اینجا ویخی کنی تله تمهاره که شروست، ما فکر نکنم که آوازی از اینا را بشنوه. فکری من نمی ایجا پورا کدین میگه شراب همیجا خوردی، زنا همیجا کدی، به 70 حور تو چی میکنه؟ 70 دختر از زنا کدی، هر کاری که همیجا کدی خلاص شدی دیگه، حق تا پورا گرفتی. طلا و نقره ما تو خلاص است که در دنیا پوشیده بودی، بس گپی تو خلاص. بس چی میگه؟ خواندنشان چیست؟ میگن نحن راضیات فلا نسخط، مایان راضی هستیم غضب نمیشویم. نبی کریم صلی الله علیه و آله یک زنکه را گفت شوهر با تو پیدا کنیم، گفت فلانی خواستگاریم است. گفت او را نگی که عصایش همیشه سر شانیش است. گفت او را نگی که عصایش همیشه سر شانیش است، یعنی میزنه. اینا میگن او مرده که دیگه بعضی برادرها قضایشان پست از دیدی نمیشه،
شوهر قدش پست بوده، زن بلند با جنگ که میکردن، شوهر بیچاره را تاق بلند میشونده، با او بچهش صدا میکرده که فلانی بیا که مادرت منو در تاق شونده پایا شونده نمیتونه. دخترایی که حالی کمی بد اخلاق باشه با من میگم اگه تو شوهر کنی شوهرت در تاق میشانی. خب هر صورت ادب سر عزیز که اینا میگن نحن الراضیات فلا نسخطو، مایان راضی هستیم در تاق نمیشانیم، هیچ که شوهر خشونت نداره. عجب خواندن مضمون است ایکو. این رقمی نیست که وای باشد و مای کی باشد و کی، این رقمی خو نیست بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کو، او که مسلمان نمیشه و نمیشه تو را خو نصارا کده. خب هر صورت ادب سر عزیز که نحن الراضیات فلا نسخطو، مایان راضی هستیم هرگیز غضب شوندگان نیستیم. بسیار جالب. ابدا قطعا. و نحن المقیمات فلا ندعن، ما همیشه مقیم هستیم سفر نمی کنیم که با تو در پشت ما خفه شوی و با تلفن و مکالمات. نه هر لحظه ای که خواسته باشی من در آغوش تو ام. تو نیست که زن در اینجا باشه تو در امریکا باشی با اوج عیش و عشرت کنی، با زن تلفن میکنه با تو هم اجازه است، با تو هم اجازه است. این رقمی نیست، این رقمی نیست. ولی یک خوشو با من شکایت کرد، گفت عروسم بد اخلاق شده، با بچه‌م زنگ زدم گفت من دارمون نداره بگذارش. بای فرند گرل فرند دنیا که قانون مجامع بین المللی قانون است، بس خلاص. خب خلاصه همی که ما مقیم هستیم، گفت سفر نمیکنیم، از پیش شما جدا نمیشه. فنحن المقیمات، ما مقیم هستیم قطعا سفر نمیکنیم. و نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ما نمیمیریم که تو بیوه باقی بمانی با دیگه ازدواج کنی، ما دائم هستیم. دائم فکاییس یا قول نبی علیه السلام، ما دائم هستیم. صفتا را گوش کو. اول چی کار کردن؟ دست به دست حلقه بسیار زیبا تشکیل دادن، بعدن خواندن، چنان خواندنی که در دنیا مثال نداشته باشه. بعد از خواندن چی کار کردن؟ بگو مضمونش چی بود؟ گفت ما راضی استیم غضب نمیشه، هیچ وقت مقیم هستیم سفر نمی کنیم. سوم صفتشان که نحن الخالدات فلا نموت ابدا، دائم هیچ پایان نداره. جالب ایست حور جنت چنان خصوصیت دارد، اگر من عفت کلام را رعایت کرده باشم، چون به وسیله نوارها خواهران و مادران میشنوند، بازم معافی میخوام. هر شبی که بستری میکنن شب اول است. مطلب گرفتین؟ بله. هر شبی که بستری میکنن چیست؟ بس دیگه گپ خودتان فهمیدین. یعنی خلاصه اینم از صفاتشان هست، اینم از صفاتشان هست. کسی در برابر کسی رشک نمیکنه. اطرابا سن و سال کلگی یک رقم است، هیچ کسی نمیگه تو خوب شای ما خراب. مراتبی کسایی که بالاتر اون گپ جداگانه هست. و نحن الناعمات فلا نیأس ابدا، چنان نرم و نازک هستیم که هیچ پیر نمیشه، کونه نمیشه، خشک نمیشه. چنان نرم و نازک هستیم که خشک نمیشه. یک چند وقتی که جوان بود خو یاتر پودر است، یاتر پودر بی صاحب یک عالم داغ دیگه در وجودی سیاسر میاره. با یکی اوردی بلا میزنه، مثلی که یک نفر آرد دروش مالیده باشی اون رقمی، باز یک وقت پیر میشه غلط میشه که پودر بزنه دم چقریا داخل میمونه، مجبور چی چاره میکنه، باز مجبور او در پشتی بدبختی میگرده. نه، چنان نرم و نازک هستیم. پس دیدی چنان نرم نازک هستیم که قطعا پیر میر ما نمیشیم، بیغم بوده باشیم. این دیگه خصوصیاتشان. با چی میگن؟ و نحن خیرات حسان لازواج کرام، ما چنان بهتر و نیکوی هستیم به کسایی که بسیار مردم خوب و دیندار بودن. خودشان میگن ما با ازواج کرام هستیم، با چتل متل نیستیم. با در یک روایت میاره وقتی که این قول را حورهای بیشتی میگه، زنان مسلمان جنتی میشنون. زنان مسلمان جنتی چی کار میکنن؟ میشنون. با اینا چی میگن؟ اینا امی زنان دنیا، نحن المصلیات، ما نمازخوانا بودیم. و ما صلیتن، شما نماز نخواندین. کی بوگه این نماز خواندنه؟ میگه ما در دنیا کسایی بودیم که نماز میخواندیم. نماز یک معراج بنده به خداست. هر تایمی 5 وقت بعد در 24 ساعت تایم ملاقات با خداست. ما نمازخوانا بودیم. نحن اونا خود دیگر رقم خواندن کردن. حال اینا جواب ازره میتن، مشاعره است، شعربازی است. میگه که نحن المصلیات و ما صلیتن، ما نمازخوانا بودیم، شما نماز نمیخواندین. زنان و خواهران ما 11 ماه هیچ نماز نمیخوانن. یک ماه دیگه هم رنگ نوخون زدگی نمازش نمیشه.
با اگر رنگ ناخن نداره، چادری گاچی که موی سرش معلوم میشه، این هم خلاص شد بخیر رفت. این جواب با کی میته؟ شوهر در یک جای است و زن در دیگه جای، خدا خودش رحم کنه. بس گپ خلاص. نحن المصلیات و ما صلیتن، مایان نمازگزارانیم شما نماز نخواندین. دیگه چی میگن؟ و نحن الصائمات و ما صمتن، ما روزداران بودیم شما روزه ندارین. ما روزداران بودیم شما روزه ندارین. در مسجد ما و شما خو ان شاء الله نیست، در بعضی مسجدها روزه خورا از کل یک در صف اول شیشته. دیگه پس خب خلاصه همی که چی میگه اینا؟ ما روزداران بودیم. زنی بیچاره 11 ماه جور است، در یک ماه با چی میکنه؟ کتیال و باید کلگی اونجا است دیگه. خدا می کسایی که گدایگری میکنن و بعضی کارهای دیگه در خانه میرن زنانه، خدا هم اینا هم توفیق بده. با روزخوری از اونا رو میاد خانه ملا قصه میکنه. خانه ملا قصه میکنه که فلان جا رفتیم سرخان آور بود. ما چیم دیگه. خب به هر صورت ادب سر عزیز که ما روزه دارا هستیم شما روزه نداشتین. با چی میگن؟ و نحن المتوضیات و نحن المتوضیات، ما وضو میکردیم. و ما توضعتن، شما وضو نمیکنین. این خصوصیت دماز در شما نیست. و نحن المتصدقات، ما خود صدقه میکردیم، خیرات میکردیم. و ما تصدقتن، شما صدقه نمیکردین. ببینین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه در مشاعره زنان دنیا حوری بیشتر میبرن مسابقه رای پیششان. خودش خود زنان دنیا است نه؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه در باب مشاعره ما میبریم میدانه. خب هر صورت این مسئله علمی است که آیا حور بهتر است یا چی بهتر است. زنان دنیا ما به او حرف نداریم. یعنی هدف ما در اینجا بود دوستان عزیز که ما گفتم براتون که در جنت با مسلمانان روزدار و آنانی که براستی احکام دین را قائم کردن و به شریعت نبی علیه السلام به قرآن ایمان یقینی داشتن، براستیش که الله متعال همچو حورها به اینا انتخاب کرده چنان خواندن میکرد که من متن خواندنایش به شما گفتم. خدا خودش رحم کنه. آیا کسایی که در اینجا به قرآن خدا به کتاب خدا ایمان قاطع نداشته باشن، در صحنه زندگیشان قرآن حاکم نباشه، ما فکر نمی کنم که انسان در اونجا تا جایی برسه. بله ایمان ببره و کار جداگانه است. بناهن یادتان باشه این صفتای جنتی بود. صفتای کی بود؟ گفتیم این دنیا روزی از روزها ویران می شود، دنیای دیگر حاکم می شود و در اونجا هم سیستم حکومت به شکل خاصی وجود داره و ما فهمیدیم که کافرها مسلمانات در کدام حالت هستند. ولی یادتان باشه که به خاطر چیست؟ سعی رویای مسلمانان در آخرت تر و تازه هست. چی می باشه؟ چرا در اینجا خاکالود در اثر غم دین و در ماه سرد و گرم مصروف به عبادات و نماز الهی بودن، در بدل مشکلات خاری و غبارآلودگی که در دنیا داشتن، بناهن در آخرت رویایشان چی می باشد؟ تر و تازه می باشد. لسعیها راضیه، به عمل و تلاشی که در دنیا کردن کدام جزایی که داده شده راضی هستند. چرا؟ در دنیا ناراض بودن. در دنیا چی بودن؟ ناراض بودن. بناهن الله متعال معادله را دوجه میته که باید اینا راضی شوند. فی جنت عالیه، در اینجا دکنواله ها بودن، اتاقکای گلی بودن، زندگی ها بسیار خراب. اونجا یک لااقل یک میوه نداشتن، یک درخت در اون اولی که بخورن. فی جنت عالیه، در جنتای بلند، بسیار بلند. در کجا؟ در جنتای بلند. یادتان باشه باز در جنتای بلند خو هستن، اما در دنیا خود توهین می شدن، در دنیا لغویات گفته می شدن. ای صوفی صاحب، ای فلانی صاحب، لا تسمعوا فیها لاغیه، در جنت با هیچ لغویات نمیشنون. در جنت چی نمیشنون؟ لغویات، کلمه باطل را نمیشنون. آب بکار است. فیها عین جاریه، چشمه های روان در نعل ها تقسیم شده. فیها سرور مرفوعه، چوکی ها را پیشتر اشاره کردیم ولی میگه بسیار بلند است. جالب گپ است. چوکی تابعدار عزیز. سنگی حضرت ابراهیم علیه السلام قصهش یاد دارین؟ بیت الله را که بنا میکرد سر سنگ بلند میشد، دیوال که بلند شده میرفت سنگ هم چی میشد؟ وقتی که میخواست که پایان شود سنگ چی میشد؟ یعنی می رقم چوکی هاست. خواسته باشی که باید پایان تر شیشته باشی پایان، خواسته باشی که می بلند شوه که بلند شوه، بلند شوه که بلند شوه. پیش الله متعال مشکل داره؟ نه. ای به مسلمان ها هست.
دیگه چیست؟ و اکواب موضوع، جام و کاسه و گیلاس سر از چپرکتا ماندگی است. با تو در کجا بری پشت آب؟ همونجا نل و هر چیز ماندگی ازش بگی بخور. و عین شکل و نمارق و مصفوفه، بالشتای قالینی صف به صف، در کدامش میشینی؟ کدامی که خوشت میآید همو میشینی. و زرابی و مبثوثه، و قالین های بسیار مور فرش شده. قالین های مور چه رقم فرش شده؟ ما یک مثال میتونم یادتان باش. یک چیز را عیش و میله میگن در دنیای امروز. دیک و دیکچه و گوشت و بد و بلا را بگی میریم به حوض آب بازی. با چار اطراف حوض آب بازی چیست؟ چوکیا و کرسیا را موندن، بعد از آن میزای نانخوری را موندن، بالشتا را موندن تکیه میکنن، با زنا را هم کتی خود بردن، همه چیز عیش و نوش و شراب خود که میزنن، با پرزول و فوتبال شروع میشه، بعد از اون بعد حوض غسل میکنن. امی آخرین عیششان است. الله متعال میگه تو که در این دنیا ای کار کردی، او مسلمانانی که در طول زندگی سنر الحمدلله ندید، ما در آخرت جایی را برش انتخاب کردیم. اول سعی کنین سیستم آبادی را، چنان آبادی زیبا و قصرهای بزرگ که هیچ در تخمین انسان نیاید. بعد از آن این قصرها اتاقای بسیار زیبای رنگامیزی شده و کاشیکاری چی که دیوز کاشی طلا و نقره بوده باشه، و بعد از آن طلا و نقره را پرده های از سیستم ریموت بوده باشه. هر وقتی که روز شد بلند میشه، هر وقتی که شب شد پایان میشه. شب و روز نداره، آفتاب و مهتاب نداره. اینی سیستم نشانه شب و روزش است. ببینین اول گفتم چیست؟ آبادی است. بعد از آبادی اتاقای بسیار دیزاین دار، گفته خودتان استایل دار، و بعد از آن و این پرده های زیبا و سنگ مرمر طلا و نقره، و بعد از آن باز بالشت ها و حوض و دیگه همه چیز دوره ماندگی است. بالشت یک رقم، گیلاسش دیگه از طلا و نقره دیگه رقم، همه چیز. خو لیکن یک چیزی که باشه زن است، بناهن همه چیز که بود با حور عین هم است. حور عین هم است که آن خواندن شفا میدی که چه رقم خواندن است. یعنی بدل مشکلات این دنیا در آخرت اینمی تو یک چیز به جنتی ها آماده شده. از شما پرسان میکنم، مشرکین عرب یک اعتراض داشتن، میگفتن اصحاب نبی علیه السلام به حد بیعقل هستن، علیاذ بالله آنچنان بیعقل هستن، پای نسیه موهوم، پای نسیه‌ای که اصلا تخیل هست میدون، و آنچه که نقد است پشت سر گذاشتن. دنیای نقد ماندن پشت نسیه میگردن که جنت است و فلان است و بیمدان است. اینا سوال مشرکین مکه معظمه بود. عالم جوانا در پوانتون علی دیگر چی میگن؟ تو امیل از میخوای که در امریکا زندگی کنی یا در اینجا؟ او چی میگه؟ من میخوام در امریکا زندگی کنم. میگه خیلی دین اسلام دین به درد بخور نیست دیگه. بیا ما و شما مسیحی میشیم که تو زندگی کنیم. اگر تو جنت و دوزخ پیش کنی چی میگه؟ برو بابا به دوزخ میری مستانه، برو چیزی نقد بگی پشت نسیه نگرد. من از شما پرسان میکنم، یک بشکه روغن تو را و یک قوطی رنگ تو را به نقد 1100 میخرم، به نسیه یک مابد 2500، به کدامش میفروشی؟ با آواز بلند میشنوم 2500. وا اگر دنیا نقد است 1100 است، اگر آخرت نسیه است 2500 تریلیارد است. میدانین فارسی را در تخمین نمیآید. این بی منطقانه سوال است. این سوال بی منطقانه است. موتو قبل ان تموتو، بمیرین پیش از این که میمیرین. بمیرین پیش از این که میمیرین. نمیدانین پیش از این که میمیری خود محاسبه کو که ما چی میشه. یعنی خلاصه این دنیا چپه میشود یا خیر؟ دنیای دیگر می آید یا خیر؟ در این دنیای چپه شدنی چقدر تلاش میکنی در شب و روز؟ در دنیایی که می آید چپه نمیشه چقدر تلاش کرده ای؟ خوشها به حالی کسی که نماز روزه گرفت، تراویح خوان، تهجد خوان، تسبیح خوان، تلاوت کرد که یک ماه را به آخرتش اختصاص داد. ولی بدها به حال کسی که نماز هرگز نخواند، روزه را به بیشرمانه ترین وجه پس دکان و زیر دکان و لب سرک و تیکیسی خورد. خدا خودش رحم کنه. این هدف است که پی نقد میگرده. اینا با فهمیده میشه روز عید که کی کالا داره یا نداره. خوش آمدیم. این صفت کسایی بود در جنت که به خدا نزدیکن. بیا کافرایی که در 110 طبقه زندگی میکنن، همه چیز در پیششان مهیاست. اینا چی حالت دارن در اونجا؟ بیا این سراغ از اونام برویم. اینا چی حالت دارن؟ گرچند من 9:30 بجه اعلان کرده بودم، 8 بجه که دو هتل میبرین چند بجه داشی میتین با آواز بلند میشنو؟ 9:30. آفرین، 1 ساعت دیگه تا نخو میگیرم. خب هر صورت ملا صاحب یاسین مذاق میکنم، کم مونده بس میکنم. باز هدف سر عزیز که صفت کافرا، صفت کسایی که در اینجا میخوان ما در پیش خدا هم مقرب هستیم. ببین سخت در ذلت هستن. صفت اولشان همیست از اشخاص هستن که پایان هستن. در چیستن؟ خاشعه، میترسن،
از خدا خوف دارن اما فایده نمیرسن. خاشعة ولا ينفعوها، خشیتشان فایده نمیرسانه، میترسن. اما از ببینین مسلمان ها خوشحال است و اینا چیستن؟ اینجا ما خفستیم اینا بدل خوشحالی و تکبر و غرور امروزشان در آخرت چی می باشن؟ خاشعتون، سخت ذلیل و بدبخت و چهره منفور و شیطان لعین است. عاملتون ناصبه، عاملتون، خب متوجه شوین عاملتون چی معنا میت؟ در دنیا عمل میکردن به گناه. در دنیا به چی عمل میکردن؟ ناصبتون، حالا برداشت مشقت میکنن به عذاب دوزخ. خب دقیق متوجه شین. در دنیا راحت بودن یا ناراحت؟ راحت. بس راحت دنیا را کفتش از کجا میگیره؟ آخرت. در دوزخ میگه ای تو کوها از آتش است. کافر میگه که دمی کو بلند شو. کافر میگه دمی کو چی شو؟ بلند شو. اول در قدم اول اون چه راحت و آرامی را که تو 24 ساعت تایم خواب بود، نه نمازی بود و نه روزی بود و نه گرسنگی و نه تشنگی، همه چیز ثلاجه‌ای یخچالی و مثلا بد و بلا ایر کندیشن هم به اختیارت، نه گرمی را میدونستی نه سردی، در سفر هم در کروزین و موترایتان همه امکاناتتان پیشرفته بود نبود. بدلش در اینجا عاملتون ناصبه، به این کوی بلند میشی در عمق دوزخ. یعنی الله از آتش کو ساخته میتونه؟ نمیتونه؟ میتونه. پس اما در مشقت هستی. بدلی چی؟ بدلی راحتی که در دنیا به تو داده شده بود. حالا پرسان میکنم جوانی که از شما پرسان که زندگی در اینجا میخواین در امریکا، شما چی میگین؟ در اینجا در امریکا خواهید با دربدری پیش روی داره. این دنیا خراب میشود و دنیای دیگری پیش روی است. عاملتون ناصبه. یک. دوم، در اینجا در موسم گرمی آنچه میخواستن در سردی آبای یخچالی ثلاجه‌ای در طیاره در موتر هم مجا از یخچال کشیده میخورن نمیخورن؟ بدل از تسلا نارن حامیه، تسلا نارن حامیه، آتشی که در نهایت چه داخل نه در اینجا گفتم مثال بتین در گرمی در جای سرد، در سردی در جای گرم، در موتر در منقل گرمی و دیگه بودن نبودن؟ اونجا تسلا نارن حامیه، داخل میشوند آتش نهایت گرم و سوزانده، آتش نهایت گرم و سوزانده. ببینین در داخل آتش در قدم اول احساس گرسنگی میکنن. احساس چی میکنن؟ یک چیزی الله برشان میته به نام طعام ذاغصه. ذاغصه سنجیت خام خوردین یا نخوردین؟ گلونگیر میکنه، میدانین یا نمیدانین؟ این می رقم میشه. طعامی را الله برشان میته که چیزشان میگیره، گلونشانه. بعدن چی میگن؟ در دنیا که می تو سنجیت خام خورده گلونگیر میشدیم، آب میخوردیم گم میشد. با بیاین خیلی آب طلب میکنیم. چی طلب میکنن؟ آب که طلب میکنن ریم و زرداب دوزخی برشان داده میشه. سبحان الله. اگر رسیدین یعنی آب که طلب میکنه چی داده میشه؟ ریم و زرداب دوزخی معادل آب داده میشه. باز احساس گرسنگی میکنن. یک چیزی را ضریع و زقوم میگن. چی میگن؟ یک خار بسیار خطرناک از تلخترین گیاه این زمان که در تلخ است. یک خصوصیتش از تلخترین گیاهی که در اینجا هست چی می باشه؟ تلخ است. از مرده و لاش خود مرده که بوی گرفته کثیف شده پشه زده از او کده بدبوی می باشه. از آتش سوزان کده سوزنده می باشه. سه خصوصیت داره. چند خصوصیت داره؟ زندگی در اینجا می خواهی در امریکا؟ اینی گه پس نه. او بچه که دیگه سوال کرد با هم رقم بگوین. خلاصه زقومی که ضریعی که گفتم از تلخترین گیاه در دنیا که صبیر میگن از او کده تلخ است. از مرده بدبویی که 7 خر مردار بوی میدهد از او کده بدبوی است. و از سوزانترین آتش کده چی میباشه؟ وقتی که این طعام برش داده میشه روده ها و شکمبی از زیر توته از نشستگاهش پایان میاندازه. دگه خو میرسین یعنی. پس این صفتای کی شد؟ صفتای مرد کافر. چرا؟ بهترین شیرین چیزه، بهترین به مزه ترین چیزه در این دنیا استفاده کرده نکرده، با آن هم از خدا غافل شده نشده. بناهن عوض از این تلخترین و بدبوی ترین و سوزنده ترین چیز جزای از ایناست. الجزاء سیئه الا سیئه، جزای بد نیست مگر چنان.
تسقا من عین آنیه، نوشانیده می شود از آب خطرناک گرم، از چشمه گرم. سعی کنین یک طرف روده را توته کده زقوم بیاندازه، یک طرف آب جوش و جوشانه بتین، برش ایده دیگه قضاوتش خود انسان بکنه، نه سیر میکنه نه گشنه است، یعنی از عذاب نجات پیدا نمیکنه. در گپ میرسین؟ یعنی از عذاب چی پیدا نمیکنه؟ نجات پیدا نمیکنه. در آخر سخنانم را جمع بندی میکنم. او امیس که چند روز جمعه است، بعد نماز جمعه پیش روی داریم، ما وقت زیاد نمیگیرم. دوستان و یاران، تعجب به کسی که عقیده داره که دنیا فانی است، تعجب به کسی که عقیده داره که این دنیا یقینا میره. ما پیش روی یک دنیای بی پایان داریم ولی با آن هم غافل است. از این انسان باید تعجب شود. همه عقیده بر رفتن دنیا دارین ندارین؟ بله. آبا و پدران شما که این بیلدینگا را در شما میراث مانده چی شدن؟ فردای دیگری کی میره؟ ما. پس غفلت از کجاست؟ چرا سری به طاعت خدا، چرا سری به مسجد خدا، چرا احترامی به روزه خدا نمیشه؟ از امچو انسان ها بسیار تعجب است، بسیار تعجب است. یعنی یقین کنین این گپی ساده نیست که حالت دوزخی آبش از چه قرار و نانش از چه قرار و لباسش فیسی گداخته شده و مسلمان که در اونجا داخل شوه کافر طعنه بزنه، چنانچه در احادیث میآید که ای مسلمان تو خود در دنیا خدا میگفتی، تو خود در دنیا رسول الله میگفتی، حالا چی شد که ما جمعا در دوزخ میسوزی؟ در آنجا این حالت در تخمین انسان نمی آید. الا گناهکارترین انسان منم، خدایا به فیض و کرمت ما را از این ساحه خطرناک محفوظ نگه دار. آمین. پس یقین کنین به حد غم میخورم، به حد اسرت میبرم که تعجب میکنم که دین به کدام سوزنی پیشکاری ما تطبیق کنیم. آیا به همین نظامی که من گفتم از متن قرآن کدام اشتباه است؟ پس چرا به این عمل نمیشه؟ چرا به این عمل نمیشه؟ بسیار جالب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یکی از آیات مربوط به قیامت را خواند و 20 روز در اثر لرزه و ترس از اون آیت مریضی بستر بود که مردم مریض پرسی آمد. مکین آیات میگم آیا بر یک دقیقه کی است که مریض شده باش؟ بر یک ساعت کی است که مریض شده باش از ترس عذاب الهی؟ پس آنها که از خدا می ترسیدن، ما را چی شده هست که نمی ترسیم؟ نهایت توصیه بنده امیس، شرایط حساس است. دین نبی علیه السلام آتش زغال است، کسی بگیرد می سوزد، کسی که بیاندازد به همین بیدین می شود. سوزاندن را قبول کنید، سوزاندن را قبول کنید، اما آتش زغال به زمین نیندازید. مانند آهن در کوره آهنگری بسوزید، مانند چوب خشک بسوزید، مانند طلا در ماشین زرگر آب شوید. اما دین و طاعت اله را ریا نکنید، دین و طاعت اله را ریا نکنید. روزی که جز از عمل انسان چیزی دیگر به نفع انسان به درد نخورد. این اولاد و فرزندی که ما به قرآن و قسم، ما به راست و دروغ بر از اونا زندگی می سازیم، بعد از سر ما آیا که خدا ببخشد بگوید یا نگوید؟ پادشاهان جرم ما را درگذار، پادشاهان جرم ما را درگذار، ما گناهکاریم و تو آمرزگار. پادشاهان جرم ما را درگذار، ما گناهکاریم و تو آمرزگار. خدایا گناهی ما را ببخش که ما گناهکاریم و تو بخشنده. عمل صالح نداریم، طاعت و عبادات درستی نداریم، به درگاهت پیش کنیم الله به فضل و کرمت، به رحم و مرحمتت، به لطف و مهربانیت از درباری تو چیزی کم نمیشه. ما را ببخش، ما را ببخش. الله توان برداشت نیش مار در خانه قبر را نداریم. الله توان گزیدن کژدم‌های خطرناک را در خانه قبر نداریم.
الا توانی نوشیدن آب و طعام خطرناکی که رودها از نشستگاه بیفتد نداریم الله. این روز روز فروش اعمال انسان هاست، به بازار خدایی می فروشند. روزی است که یک ماه مبارک رمضان ده به بازار عمومی خدا به فروش می رسانند و پول زور در جنت چنان چیزا می دید که قبلا من اشاره کردم. الا اعمال ناچیز و پستی ما را به قیمت بلند بخر الله. آمین. خودت رحم کن. دوستان دیگه وقتتان زیاد نمیگیرم، فقط این اشاره میکنم که کسایی که با کسی عقده شخصی دارن، در اثر عقده های شخصی جگرخون هستن، گپ نمیزنن، در شریعت اسلام نارواست با هم پرسانی کنن. فاتحگیری هایی که مروج است همه ناروا هست. خانه خوشحال مرد مسلمان را تبدیل به خفگی نکو و عین شکل در این روزها بسیار زیبا کوشش کنین. روزی نیست که ما شراب را علنی بنوشیم، روزی نیست که ما دانس کنیم و ساز و سرور بیاوریم، روزی هست که به درگاه خدا خوشحال باش که اعمالت را فروخته ای. و عین شکل یادتان باشه اول که نیت میکنم میخوانم 2 رکعت نماز عید سعید فطر که واجب است بر من با جمله تکبیراتش اقتدا کردم به امام حاضر خالص لله. و بعدا زمانی که الله اکبر گفتین دستا را بسته میکنین، یک سبحانک اللهم به تنهایی میخوانین. سبحانک اللهم که به تنهایی خواندین 3 تکبیر دیگه گفته میشه دستا باز. دستا چی؟ باز. بس بسته میشه، قرائت ملا خلاص میشه. رکعت دوم که شد قرائت خلاص شده بعد در رکوع نمیرین، فورا الله اکبر 3 تکبیر دستا را بلند کرده کشال میگیرین، با 4مش به رکوع میرین. در ختم بعد از نماز میشینین، طوری که خود نماز واجب است خطبه نماز هم واجب است. از این خاطر خطبه خلاص شد، بعد از آن باز به الله متعال میسپاریمتان. اگر سوالی بوده باشد من میشنوم. کسی پرسان داشته باشه، مشکل داشته باشه من میشنم. نیت کردم میخوانم 2 رکعت نماز عید سعید فطر که واجب است بر من با جمله تکبیراتش. رو آوردم به قبله به جهت خانه کعبه شریف خالص لله تعالی، اقتدا کردم به امام حاضر خالص لله تعالی الله اکبر. صحیح شد ان شاء الله. بس صفایتان منظم بگیرین، بسیار زیبا با هم نزدیک. امو تکبیرش با وقتی که سلام درداد تیزی کده میگه.